سلام بچه‌ها، به ویدیو جدید خیلی خوش اومدید. بچه‌ها توی این ویدیو طبق نظرسنجی که توی کانال تلگرام کردیم قرار شد که یه VPN فیلتر شکن رایگان برای گوشی که به همه اپراتورها وصل میشه بهتون معرفی کنم. بعد از اینکه این برنامه رو بهتون معرفی کردم برمیگردیم و بهتون توضیح میدم که چرا VPN های رایگان بعد یه مدت قطع میشه یا چرا برای من وصل نمیشه ولی برای دوستم مثلا وصل میشه. راجع به این بهتون توضیح میدم. اول بریم الان VPN رو بهتون معرفی کنم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. چون VPN که میخوام بهتون معرفی کنم این VPN هستش که اگه فارسی باشه میشه افرا VPN، اگه انگلیسی باشه که اسمش اینه. واردش میشیم. دانلودش رو هم میتونید هم از گوگل پلی دانلود کنید، هم میتونید از کانال تلگرام ما دانلود بکنید که لینکش رو توی توضیحات میذارم. خب ببینید اینجا خیلی مهمه که شما از چه شهری هستید، چه سیم کارتی استفاده میکنید و آی پی تون اصلا وصل میشه یا نه. خب حالا اینجا میتونید قسمت سرور، الان مثلا من به این سرور میتونم وصل بشم. گزینه این دکمه رو میزنم و صبر میکنم تا برای من وصل بشه. و بایدم صبر بکنید تا آی پی تون رو پیدا بکنه VPN. الان آی پی آدرس من اینه. خب من به این آی پی وصل شدم. ضربه رو میزنم و اینو دقت کنید که تمام VPN های رایگان قطعا تبلیغات دارن. فقط یه خورده طول میکشه تا وصل شه چون سروراشون خیلی شلوغه. حالا به عنوان مثال ما میایم توی تلگرام و تستش میکنیم. یه خورده باید صبر بکنید تا وصل شه. مشاهده کردید که خیلی سریع وصل شد. حالا من تست کردم یه چند باری با سیم کارت مختلف وصل شد همشون. حالا شما هم تست بکنید و توی کامنت بگید که برای شما وصل شد یا نه. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. خب بچه‌ها راجع به این که چرا یک VPN رایگان بعد یه مدت قطع میشه بیایم با یه مثال شروع کنیم. یک دستگاه وای فای رو در نظر بگیرید که ظرفیتش 50 نفره، یعنی 50 نفر میتونن بهش وصل بشن. اصلا وای فای خونه‌تون رو در نظر بگیرید، ظرفیتش مثلا 8 نفره. خب زمانی که شما یک نفر یعنی خودتون به وای فایتون وصلین، تست هم میتونید بکنید سرعتتون بیشتره یا مثلا همه هر 8 تا ظرفیتش پر. خب قطعا اگه تعداد کمتر باشه سرعتش هم بیشتره چون ترافیکش کمتره. مثل این مونه VPN های رایگان فرض کنید یک سروره که مثلا شما، من، فلانی یا هر کسی دیگه ظرفیتش 100 نفره، ما میایم هی بهش وصل میشیم. مثلا من امروز بهش وصل شدم و سرعتش خوبه، مثلا ظرفیتش تا الان مثلا 40 نفر بهش وصل شدن، سرعتش خوبه. بعد گذشت مثلا یک ماه، 2 هفته، 3 هفته این VPN هی مثلا من به این معرفی میکنم، اون به اون معرفی میکنه، پخش میشه و ظرفیتش پر میشه. در نهایت چون تعداد زیادی به این سرور وصلن ترافیکش زیاد میشه، شلوغ میشه و سرعتش قطعا میاد پایین یا ممکنه دیگه وصل نشه برای شما. داستان اینه. حالا چرا VPN های پولی مثلا سرعتش خوبه؟ همین داستانه دیگه. مثلا ظرفیتش بالاتره، تعدادشون کمتره. یا مثلا مورد بعدی میتونه آی پی شما بشه. خب مثلا من تو شهر تهران توی فلانجا آی پی من این عدده، خب من میتونم وصل بشم ولی دوست من توی مثلا تبریز با این آی پی نمیتونه وصل بشه و این یه سری مشکلات از خود سروره. خب دیگه VPN رایگان نمیشه انتظار زیادی ازشون داشت. در نتیجه تو یک VPN رایگان میتونی تا چند ماه استفاده بکنی و ممکنه امروز استفاده کردی و فردا دیگه وصل نشه یا برای فلانی وصل بشه و برای فلانی وصل نشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. اون نظرسنجی که توی کانال تلگرام گذاشتم گفتم که یه بازی خفن قدیمی هم هست، اونم تو ویدیو بعدی بهتون معرفی میکنم، نگران نباشید. گیم خیلی قشنگیه، یک گیم خاطره انگیزه که آنلاین روی گوشی، یعنی با پلیرهای آنلاین تو ایران میتونید بازی بکنید. خیلی هم زیبا. دمتون گرم بچه‌ها، لایک یادتون نره، حتما هم کانال رو سابسکرایب بکنید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.